اخلاصمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عنوان امروز ما و شما ستر و حجاب اسلامی است. یعنی یک تحفه بسیار عظیم و شأن داریم ما و شما برای طبقه خواهران خود که تحفه را شما همگیتان انشاءالله وسیله میشوین. وقتی که در خانه رفتیم هر کدام ما و شما از خود مادر، خواهر، دختر یا همسر داریم. بالاخره این تحفه بسیار گران قیمت را که ستر و حجاب است انشاءالله به اونا برسانیم. اما قبل از او برادران محترم، یک دو شعر است در مورد همین جگرخونی که ما و شما داریم در بی‌ستری همشیره ها، اما همشیره هایی که قدر اسلامشان و ایمانشان و حیا و شرمشان را ندانستند. دور از او همشیره های محترمی باشه که اونا قدر حیا و شرم و ستر و حجابشان را دانستند. و این عنوان ما و شما هم به او عده همشیره های محترمی که اونا با ستر و با حجاب هستند که تعداد اونا بسیار کم می باشه، به اونا تشویق است این عنوان اگر گوش کنن کسیت هایش را یا آواز ما را به یک وسیله دیگه بشنون، و اگر خدای نخواسته همشیره های بی حجاب و بی ستر میشنون، خداوند به اونا به وسیله همین سخنی ما و شما توفیق عنایت بفرماید. یعنی گپ را که وقت انسان سخن میگه من حیث پندواز دو قسم نفر و اشخاص می باشه. یک قسم اشخاصی هست که اونا همین صفت را دارن، اونا تشویق میشن، شکر میکنن که الهی همین نعمت به ما هست. و یک عده همشیره های دیگه است که مثلا در این عنوان ستر و حجاب اسلامی که اونا این را مراعات نکردن، طبعا اونا اگر ذره ایمان حقیقی در قلبشان باشه اشکشان میریزه، توبه میکنن، پشیمان میشن، انشاءالله رجوع میکنن به بزرگترین صفت زنان، بزرگترین عبادت زنان، بزرگترین شجاعت زنان، بزرگترین جهاد زنان، بزرگترین غیرت زنان، بزرگترین حیای زنان که عبارت است ستر و حجاب اسلامی میباشد. شاعری بزرگواری از بعضی از همشیره هایی که ستر مراعات نکرده و از بعضی شوهرها و پدرهایی که روی همین نکته توجه نکرده سخت گله میکنه و میفرماید که میکد خونها ز دل شرم و ساری را ببین، بر سری راه و خیابان بی حجابی را ببین، بر سری راه و خیابان بی حجابی را ببین. یکی حجاب است، یکی ستر است، فرق داره، خوب توجه کنید. ستر او را میگن که آدم دور از گل روی شما و همه شنوندگان باشد که عورت خود را بپوشانه. عورت مردها از زیر ناف تا به زیر زانو هست. ستر عورت فرض است، عورت ستر علایده است، حجاب علایده است. و عورت خواهرای محترمی ما و شما به استثنای روی و دست، کف دست و کف پای دیگه همه که جای همشیره ها عورت می باشد، استثنای روی. همه که جای غیر از روی و دست سترش فرض است، ولی آمریم سر روی. هرگاه که بویم آیا پود کردن روی ستر است؟ نخیر، پود کردن روی حجاب است. یعنی باید اگر یک خواهر روی خود را پود می سازه این مستحب است، سنت است، واجب است یا فرض است؟ امروز میشنوین که فرض است. فرض همون قسمی که عورت فرض است پود کردنش، پود کردن روی زنان که عورت نیست ولی حجاب است. حجاب است و شریعت امر کرده، قرآن امر کرده به صراحت. آیاتی که برای شما قبلا تلاوت کردم امر کرد که رویتان پود کنین. حالا انشاءالله براتون عرض میکنم. پس یکی ستر شد که غیر روی است. در خانه زنا پیش برادرشان هم باید ستر داشته باشند، رویشان واز باشه خیر است، اما غیر روی و دست و پای به برادر هم نشان نمیته، با کاکا و ماما هم نشان نمیده، حتی با پدر میشرمه، الا شوهر که گپ شوهر و زن نزدیکترین نسبت می باشه و او گپش محبتش علایده می باشه. اما حجاب
که فرض شده روی احتیاطی که همه فتنه ها از چشم و ابرو، لب و دهن و بینی و روی به میان می آید. با او خاطر مرکز زیباترین بدن انسان روی می باشد. از او خاطر شریعت خدای محمدی علیه السلام فرض می دانه پت کردن روی که بعداً براتون عرض می کنیم. بر زنا سر برهنه روی لوچ موها چو کوهانی شطور مودی اروپ می چلد کافر شعاری را ببین مودی اروپ می چلد کافر شعاری را ببین لب سیرین و پودر و سرخی بود فخر زنان دین و ایمان را چی شد اسلام داری را ببین پیرهن کوتاه حیا مفقود و گوش گشت از مرد و زن در حق دینی نبی این پسکاری را ببین شوهران در کار و بارش زن رود بازارها زن رود بازارها غیرت و همت چی شد ناموس داری را ببین غیرت و همت چی شد ناموس داری را ببین می چکد خونها ز دل شرم و ساری را ببین بر سر راه خیابان بی حجابی را ببین. اما بعد برادران محترم در قرآن عظیم الشان در چند جای متعدد روی سطر و روی حجاب خداوند تبارک و تعالی تاکید میکند و جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم در چند مورد بسیار سخت و شدید به لحن بسیار گویا و فصیح حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم امتیان به حجابش را وعید می‌دهد و آزنها و خواهرایی که حجاب اسلامی و سطر اسلامی را مراعات میکنند اونا را پیام روان میکنه و مژده روان میکنه به جنت و باغچه های جنت. خداوند ما و شما را با اهل و عیال ما و شما اهل جنت و اهل حله های جنت و اهل زیورات جنت و اهل باغچه های جنت زن و مردی ما و شما را بگرداند. همون قسمی که مثلا شراب طور مثال در چند مورد حرام شد آیسته آیسته بس 3-4 مورد که در بعض شراب براتون عرض کرده بودم. بالاخره بی‌حجابی هم در چند مورد در آیت مبارک همین تو به سلسله مراتب آهسته آهسته فرض گردید. اول که حجاب فرض نبود در اول اسلام. حجاب در سال 5 هجری فرض گردیده است. بعد از غزوه خندق قبل از غزوه بنی مصطلق حجاب در روز عروسی یا بعد از عروسی زینب بنت جهد یکی از زنان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرض میشه. میمانها روز عروسی است به خانه پیغمبر علیه السلام. رسول الله علیه السلام عروسشان آوردن به خانه. تعدادی از اشخاص نامحرم دوستها هم و نامحرم نشستند. پیغمبر علیه السلام بیرون رفت که این مردم برای برود. باز پس آمد که این مردم هنوز هم نشستند. باز مبارک بیرون رفت تا باز بیاید چون حجاب فرض نیست اختلاط کرده قرار نشستند. رسول الله حیران ماند صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر صاحب فرمود، حضرت امام بخاری صاحب نقل میکنه، حضرت عمر صاحب گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر پرده روی زنان فرض میشد کار شما حالا چقدر آسان بود. يدخل عليك البر والفاجر یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما بالای همسران شما زنان آدمهای خوب و بد وارد می شود چون حجاب فرض نیست هر کسی می آید و داخل می گردد. یا رسول الله اگر حجاب فرض می بود چقدر زیبا می بود. جبرائیل علیه السلام می آید، حضرت
انس ابن مالک روایت میکند آیت حجاب میفرماید و اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. وقتی که شما چیزی از زنان پیغمبر علیه السلام یا حکمش عام است از همه زنان میخواهین، از پشت پرده بخواهین. حضرت عمر گفت که سبحان الله، به نظر من خداوند تبارک و تعالی دعای من را قبول کرد و از عرش و لوح و قلم خود آیات قرآن برای زنان فرود آورد. و اینجا خواهر متوجه باشه، قدر خود بشناسه. مولانا صاحب رو میفرماید از هر طرف آواز بلند میشه. روس از یک طرف آواز میکنه، مود خود اعلان میکنه. فرانسه بر زنان از یک طرف مود خود اعلان میکنه. انگلستان از یک طرف مود خود اعلان میکنه. هندوها از یک طرف مود خود اعلان میکنه. جبرائیل هم میآیه، محمد مصطفی هم علیه السلام میآیه و 14 سال قبل روش لباس امت زنان خود را اعلان میکنه و به این ترتیب اعلان میکنه یا ایها النبی، ای نبی علیه السلام. حالا من از طریق شما برادران محترم که از خود خواهر دارین و من هم از خود خواهر دارم، شما مادر دارین من هم مادر دارم، خاله و عمه دارین خاله و عمه دارم، از طریق شما برایشان میگویم اگر کسی برشان ماندین گوش کردین که مستقیم برش میگم خواهرم، خوب گوش کو. روس اعلان خود کرد، فرانسه اعلان خود کرد، آمریکای بدبخت اعلان خود کرد، انگلستان اعلان خود کرد، جرمنی و آلمان غرب اعلان خود کرد، هندوها هم رسم و رواج خود در افغانستان اعلان کرد که یک راد رفته رایستن به لباس و به رسم شرق و غرب. اما تو راست یا نیست؟ مود یوروپ میچلد، کافر شعاری را ببین. آلی ما و شما میاییم از قرآن اعلان میکنیم که مودی به اصطلاح مردم و سنت به اصطلاح ما علما، سنت لباس زنان صحابه کرام و سنت قرآن در لباس زنان چی میفرماید. و میگم که خواهرم خوب گوش کن که او اشوره او انگلستان و روس به تو مود اعلان میکنه، ولی خداوند از لوح و قلم بری تو روان میکنه سنت خود را. روش لباس تو را از لوح و قلم اعلان میکنه. از افت آسمان بلند تو را چقدر دوست دارد. افسوس به حال آن خواهر نیست، افسوس به حال آن مادر نیست، افسوس به حال آن دختر نیست که مود شرق و غرب را بچلاند و سنت لباسی را که از عرش الله الله کریم توسط جبریل خود که 600 پر دارد او را سرگردان میکنه به بهترین اولاد آدم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برایش میگوید زنان امت تبوک چادر بپوشند، بر رویشان پرده بیندازند. قل یا ایها النبی قل، ای پیامبر بلند بگوین صلی الله علیه و آله و صحبه، قل ازواجک، برای زنایت بگو. بعضی انسان ها به خطا رفتن، حتی بعضی از دانشمندان به خطا رفتن. چطور به خطا رفتن؟ میگه حجاب تنها مخصوص زنان پیغمبر علیه السلام بود. در این زمانه نمیشه. در او زمان که زمانه فساد نبود، در او زمان حجاب فرض شد. حالی که زمانه زنا و شراب و قمار و لواطه و سود و رشوه و کفر و بدبختی و زندقه و الحاد است، در این زمان حجاب ضرور نیست. در او زمان که زمان طلایی بود و خود جناب محمد صلی الله علیه و سلم در رأس امور قرار داشت، در اوج حجاب مهم بود، ولی امروز حجاب مهم نیست. شما میگه قبول میکنین؟ شما انشاءالله برنامه دیگه همه مسلمانان دیگه قبول ندارین. انشاءالله هر مسلمانی که واقعا اسلام حقیقی را داشته باشد این مطلب را قبول ندارد. و قرآن میفرماید قل لازواجک، برای زنایت بگو یا رسول الله، و بناتک، برای دخترایت بگو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، و نساء المؤمنین، و از برای زنای مسلمان ها هم بگو. زنای کل ما شما داخل شد یا نشد؟ نص آیت قرآن داخل کرد و نساء المؤمنین، و برای زنای همه مسلمان ها بگو. چه آن روز چه این روز، چی بگو؟ یدنینا، بریزانن، بغلطانن، فرو بیاندازن، یدنینا فرو بیاندازن، علیهن، بالایشان، من جلابیبهن، جلابیب مفرد جلباب است، هم معنای عرب روی بند ترجمه کردن، یعنی معنایش که بر رویشان چادر بیاندازن، رویشان برهنه نباشد. ذالک، این به خاطر چی است؟ چی فایده دارد؟ در دنیا چی فایده دارد؟ در آخرت چی فایده دارد؟ ذالک ادنا، این روی پت کردن نزدیکتر است ان یعرفنا که این زن شناخته شود با حیا است.